دیدار حقانی با سفیر ترکیه در کابل. سلام، خوش آمدید به اخبار امروزی ما. وزارت داخله در خبرنامه گفته است که سیراج الدین حقانی سرپرست این وزارت با جهاد ارگینی سفیر ترکیه در کابل دیدار تودیعی کرده است. در خبرنامه آمده است که سفیر ترکیه در این دیدار گفته که نشست کشورهای کمک کننده به افغانستان در آینده نزدیک در استانبول برگزار می شود و ترکیه تلاش می کند تا کشورهای اشتراک کننده را متقاعد کند که کمک های بشردوستانه را با کمک های انکشافی تبدیل می کنند. آقای ارگین افزوده است که ترکیه در تلاش افزایش تعامل بین افغانستان و جامعه جهانی نیز است. این بود اخبار امروزی ما. تا اخبار دیگر کانال ما را سابسکرایب کنید. وقت خوش، خدا نگهدار.